الترغیب و الترهیب امام منذری الله رحمت و مغفرت کند، این عزیز خدا در کتابشان میبیارند در باب علم، 4 جلد کتاب است، میگن که یبعث العالم والعابد یوم القیامه، روز قیامت خداوند عابدهای شیخ‌های میخزاند و عالم‌ها را میخزاند. داملایی که مردم نصیحت میکنند همون داملای خداوند زنده میکند، شیخ‌های زنده میکند. و یقال للعابد، بعدن عابد شیخ میگد ادخل الجنه، رو داخل جنت شو. شیخ دوام داخل جنت میشد، نه مریدش دیادش میزند، نه آتش نه فرزند پدرش، فکر خودش داخل جنت. و یقال للعالم، الله میگد ای عالم، ای داملایی که مردم نصیحت میکنه، ادخل الجنه، رو داخل جنت شو. و پروردگار من داخل جنت نمیشم. و برای چه این شیخ داخل جنت شد، تو برای چه داخل جنت نمیشی؟ برای که من امام خطیب بودم، من مردم نصیحت میکردم، من مولای 5 وقته بودم، حقیقت برای مردم میگفتم، مردم از خرافات و بدعت دور میکردم، از شرکیات دور میکردم. مردم به خاطر حق گپ زنی مرا دوست میداشتند، اونها محب من بودند، در معرکه من غیبت میکردند، اینها جانبداری میکردند. تو همین کسانی که پیروی من، محب من، از پشت من نماز میخوانند، من احترام میکنند، تا اینها را داخل جنت نکنی الله، من داخل جنت نمیشم. این افسانه نیست، این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله مهربان وقتی که این گونه جواب